شیخ محمود شبستری. شیخ سعدالدین محمود بن امین الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری از عارفان و شاعران قرن 8 هجری است. با وجود شهرت این عارف بزرگ، از زندگی وی اطلاعات زیادی در دست نیست. سال ولادت او را مختلف ذکر کردند که از آن میان سال 687 صحیح تر به نظر می آید. محل تولد شبستری قصبه شبستر در 8 فرسخی تبریز است. در ایام ولادت شیخ محمود، تبریز شاهد طلوع قدرت مغول بود که غلبه آنها نوعی هرج و مرج فکری را نیز به وجود آورد و مدتی بین آیین اسلام و نصارا و بودا در دربار ایلخانان کشمکش سختی وجود داشت تا سرانجام در سال 696 که در آن هنگام شیخ شبستری کودکی بیش نبود، قاضان اسلام آورد و این کشمکش خاتمه یافت. شبستری پس از کسب دانش در تبریز، برخلاف نوشته براون که معتقد است وی سراسر عمر خود را در تبریز یا نزدیکی آن به سر برده است، به مسافرت پرداخته و آنطور که خود در سعادتنامه اظهار می دارد شهرهای مصر، شام و حجاز را دیده و از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید کرده است. شبستری خود سفرهایش را چنین توصیف کرده است: مدتی من ز عمر خویش مدید، صرف کردم به دانش توحید. در سفرها به مصر و شام و حجاز، کردم ای دوست روز و شب تک و تاز. سال و مه همچو دهر می گشتم، ده ده و شهر شهر می گشتم. گاهی از مه چراغ می کردم، گاه دود چراغ می خوردم. علما و مشایخ این فن بس که دیدم به هر نواحی من، جمع کردم بسی کلام غریب. کردم آنگه مصنفات عجیب، از فتوحات و از فصوص حکم هیچ نگذاشتم ز بیش و ز کم. بعد از آن سعی و جد و جهد تمام، دل من هم نمی گرفت آرام. گفتم از چیست این تغلغل باز؟ هاتفی دادم از درون آواز، کین حدیث دل است از دل جوی. گرد هر کوی هر سه بیش مپوی. و نیز در سفری به کرمان در آنجا تأهل اختیار کرد و در آن شهر اولاد و احفادی از او به وجود آمد که جمعی از ایشان ارباب قلم و اهل کمال بوده و به عنوان خواجگان شهرت یافتند.